سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال بلودیا خوش اومدین. امروز اومدیم با بررسی زمان دقیق آلت سیزن، چیزی که بارها و بارها راجبش توی کانال صحبت کردیم، ولی توی این ویدیو که با همه ویدیومون فرق داره، قرار راجب زمان دقیقش صحبت کنیم و با سند و مدرک اثباتش کنیم بهتون. بعد از اون میریم سراغ تحلیل شاخص آلت کوینامون که بعد از 7 ماه مقاومت خودش رو بریک کرده و آخرین باری که این اتفاق افتاد و ما بریک این ناحیه رو دیدیم که بهش میگیم بریکر بلاک، ما شاهد یک رشد 400% روی آلت کوینا بودیم و شاخص توتال دومون تونه سقف جدیدی بزنه و در حال حاضر هم که ما بریکر بلاک خودمون رو شکوندیم، میتونیم در ادامه سقف جدیدی روی توتال دو ثبت کنیم و تا ناحیه 2 تریلیون دلار شاخص توتال دو حرکت کنیم. در آخر ویدیو هم قرار شبکه بیس رو بررسی کنیم. در این 4 ماه گذشته ما شاهد این بودیم که با قرار گرفتن بازار در بیت سیزن مطلق 80% آلت کوینا کفای جدیدی زدن و سقوط‌های سنگینی تجربه کردن. ولی آیا میدونستی فقط 6% آلت کوینا شبکه بیس کف جدید زدن و اکثر اونها تونستن کفای خودشون رو حفظ کنن؟ این به این معنیه که شبکه بیس تبدیل به اتریوم برابر آلت سیزن همین الان خواهد شد و ارزهای دیجیتال این شبکه از بقیه شبکه‌ها بیشتر رشد خواهند کرد. اگه میخواین با 3 تا ارز دیجیتال شبکه بیس که برای 3 تا شخصیت معامله‌گری مختلف آشنا بشین، تا آخر این ویدیو حتما با ما همراه باشین. بیت کوین در سیکل قبل در ماه نوامبر به سقف خودش رسید. حالا اگر در ماه نوامبر همون سال به آلت کوینا نگاه کنیم، می‌بینیم که در کف خودشون قرار داشتن و فاصله بسیار زیادی با سقفشون داشتن، دقیقاً مثل الان. زمانی که ما به سقفمون رسیدیم آلت کوینا همه در کف بودن. حالا خیلی‌ها میگن این سیکل با بقیه سیکل‌ها فرق میکنه، ولی در سیکل قبل زمانی که ما بیت کوینمون در ماه نوامبر به سقف خودش رسید، می‌بینیم که آلت کوینا در حال ساختارسازی بودن و الان هم دقیقاً همون استراکچر رو به وجود آوردن که راجبش در این ویدیو کامل صحبت کردیم. یعنی همون ساختار سیکل قبل الان هم در آلت کوینا ساخته شده. حالا در سیکل قبلی ما بعد از رد کردن سقفمون همچنان شاهد رشد پرقدرت بیت کوین بودیم و بیت تا $40,000 موج 3 الیوتش ادامه داشت. در این مدت 20 روزه که این رشد 2 برابری در بیت کوین اتفاق افتاد، ما شاهد یک رشد 2 تا 3 برابری در آلت کوینا بودیم. یعنی هنوز هم ما در بیت سیزن قرار داشتیم و آلت کوینا عملاً عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین نداشتن، ولی خب همونطور که می‌بینین گارد سودی آلت سیزنی رو به خودشون گرفته بودن و از اون حالت انباش در اومده بودن. حالا در ماه ژانویه ما شاهد یک اصلاح سنگین 30% در بیت کوین بودیم که نکته جالب ماجرا اینجاست که آلت کوینا همراه بیت کوین اصلاح نکردن و رو به بالا درجا زدن. دقیقاً از بعد از ژانویه و نقطه‌ای که ما کف این اصلاح رو دیدیم، ما شاهد سقوط 140 روزه دامیننس بیت کوین بودیم و رسما آلت سیزن ما از اونجا شروع شد. این هم نمودار دامیننس بیتمونه که براتون علامت زدم تاریخ‌ها رو که ببینید و دقیقاً بعد از رنج کوچیکی که آلت کوینا داشتن ما وارد حرکت شارپی و بدون ساختار در آلت کوینا شدیم. حالا به سراغ حالمون که بیایم، ما با اینکه سقفمون رو رد کردیم ولی همچنان آلت کوینا حرکت خاصی نکردن، دقیقاً مثل سیکل قبل. در ادامه ما میتونیم بعد از رسیدن بیت به نواحی 130 تا 140 هزار دلار یک اصلاح رو بیت ببینیم که در اون نقطه آلت کوینا شروع به درجا میکنن و بعد از اون دیگه آلت سیزن ما شروع میشه. در این مسیر حال حاضرمون تا 130 تا 140 هزار دلار آلت کوینا میتونن 2 تا 3x رشد کنن و یکم حال بازار خوب بشه. شاخص توتال دو هم بالاخره بریکر بلاکش رو شکون و اونو ایگنور کرد. در سال 2024 هم ما می‌بینیم که بعد از اینکه ما این ناحیه رو ایگنور کردیم، یک سقف جدید ثبت کردیم روی توتال دو و در حال حاضر هم بعد از شکوندن این محدوده میتونیم سقف جدیدی روی توتال دو ثبت کنیم و تا 2 تریلیون دلار این شاخص بالا بره که در اون محدوده ارزش بازار کریپتو میتونه به 6 تریلیون دلار برسه. شاخص آلت کوین سیزنمون هم همچنان روی محدوده 28 قرار داره و ما با اینکه هیجان رو به خاطر سقف جدید بیت روی بازار داریم می‌بینیم، ولی همچنان در بیت سیزن قرار داریم و فشار روی آلت کوین ها وجود داره. ولی طبق همین تحلیلی که داشتیم، از اواسط و انتهای ماه بعد ما رسما میتونیم وارد آلت سیزن بشیم که میشه ماه آگوستم. بیت کوین هم با این رشدی که داشت تبدیل به پنجمین دارایی جهان شد و در ادامه میتونه جایگاه مایکروسافت رو تا نهایتا 3 ماه دیگه بگیره و به ارزش بازار 3.5 تریلیون دلار برسه و تبدیل به سومین دارایی با ارزش جهان بشه.
یک فکت جالبی هم که شاید خیلیاتون بهش توجه نکردین، بیت کوین گرونترین دارایی بدون وزن جهانه که بعد از اون زعفرونه که سبکترین دارایی گرون جهانه. بریم سراغ ارزهای دیجیتال شبکه بیسمون. اولین ارز دیجیتالمون آیرو فایننس هست. آیرو برای افرادیه که دنبال یک سود معقول بدون ریسک هستن، که به این دسته افراد که دنبال سود معقول با ریسک پایینی هستن لاک پشت هم میگن. ارز دیجیتال آیرو با قیمت 77 سنت در رتبه 99 بازار قرار داره و دارای مارکت کپ 658 میلیون دلاری. این ارز دیجیتال متاسفانه مکس ساپلای نداره که یکی از نکات منفی این پروژه محسوب میشه و در بلند مدت تورم‌زا. پروژه آیرو دارای 623 کا هولدره که میزان خوبی برای این ارز محسوب میشه و معقوله. این ارز دیجیتال همونطور که دارین نمودارش رو میبینین در ماه ژانویه یک رشد بسیار بزرگ رو تجربه کرد و در 2 سال که آلت کوین ها شرایط خوبی نداشتن، این ارز دیجیتال تونست کف می سال 2024 خودش رو حفظ کنه و نمودار بسیار خوبی بسازه. آیرو جزء پروژه‌های دیسنترالایزد اکسچنج هاست و بزرگترین دکس شبکه کوین بیس محسوب میشه و پرچمدار دکس های شبکه کوین بیسه. این ارز دیجیتال ریسکش اندازه پروژه‌ای مثل یونی سواپ که بزرگترین دکس بازار کریپتو. این ارز دیجیتال میتونه به مارکت کپ سیکل قبلی یونی برسه در محدوده بین 15 تا 20 میلیارد دلار و یک رشد 25 برابری رو تجربه کنه. شما میتونین از بعد از قیمت 10 تا 19 دلار به صورت پلی روی این ارز دیجیتال خارج بشین. این پروژه همچنین TVLش 570 میلیون دلاره که همینطور که دارین نمودار TVLش رو میبینین، در هایپی که در انتهای سال 2024 به وجود اومد TVLش به 1.2 میلیارد دلار رسید و با توجه به TVLی که الان داره بسیار خوب تونسته پولای داخل بلاکچینش رو حفظ کنه و پولها زیاد از داخل این ارز دیجیتال خارج نشده. ارز دیجیتال دوممون توشیه. توشی برای کسی خوبه که به میم کوین ها علاقه داره و دنبال رشدهای انفجاریه، ولی میتونه یک ریسک متوسط رو قبول کنه و ریسک بالا رو نمیتونه قبول دار بشه. حالا چرا میگم ریسک متوسط؟ این پروژه درسته که میم کوینه، ولی با توجه به اینکه روی شبکه بیسه و داخل صرافی کوین بیس 5 ماه پیش لیست شده و به علاوه جزء پروژه کاربردی، ریسک بالایی برای سرمایه‌گذاری نداره. ارز دیجیتال توشی با قیمت 3.05 در رتبه 181 بازار قرار داره و دارای مارکت کپ 221 میلیون دلاریه و جزء دسته مید کپ ها محسوب میشه که پروژه‌ای هستند که همونطور قبل‌تر هم گفتم آپساید بالا و ریسک متوسط داره. این ارز دیجیتال 845,000 تا هولدر داره که واقعا برای یک پروژه‌ای که توی همچین رتبه‌ایه هولدرهاش بی‌نظیرن و خیلی غیر متمرکزه. این ارز دیجیتال سرکولتینگ ساپلای 408 بیلیون توکنی داره و تمام توکناش تقریبا در گردشه و در ادامه تورم نداره که یکی دیگه از نکات مثبت این ارز محسوب میشه. این ارز دیجیتال میتونه در ادامه 30 تا 35 برابر رشد کنه و به مارکت کپ 5 تا 7 میلیارد دلار برسه. ارز دیجیتال آخرمون که برای افراد میم کوین بازه و دنبال سودهای انفجاری با ریسک بالا هستن مثل شیبا و دوج سال قبل، ارز بنجیه. ارز دیجیتال بنجی با قیمت 1 سنت در رتبه 889 بازار قرار داره و دارای مارکت کپ 16 میلیون دلاریه. این پروژه تمام توکن‌هاش در گردشه و هیچ تورمی نداره و به علاوه داره سنتیمنت بی‌نظیر 93% و اکثر افرادی که روی این پروژه سرمایه‌گذاری کردن دیدگاه مثبتی روی این ارز دیجیتال داره. این ارز دیجیتال با اینکه میم کوینیه که داره کپ 15 میلیون دلاریه، ولی در این 5 ماه که خیلی توکن‌های با کپ‌های بزرگتر به خاک سیاه نشستن تونسته کف خودش رو حفظ کنه و ارزش دلاریش رو از دست نده. میدونین این یعنی چی؟ یعنی این پروژه توسط نهنگا خالی نشده و روش سوارن تا رشدش رو بگیرن. حالا بریم سراغ تارگت های قیمتیش. با توجه به اینکه این پروژه در کاتگوری سگ های میم کوینی قرار داره، برای تارگت هاش باید اونو با سگ های بزرگتر از خودش مقایسه کنیم. تارگت اول بنجی رسیدن به کپ بیبی دوج که در محدوده 200 میلیون دلار قرار داره و میتونه تا اونجا 13 برابر بشه. تارگت دومش رسیدن به کپ بیریته که بزرگترین میم کوین شبکه بیس و از این نظر با هم قابل مقایسن و میتونه تا اونجا 36 برابر بشه. تارگت بعدیش رسیدن به کپ داگویف هته که یکی دیگه از سگ‌های شبکه سولاناست و میتونه تا اونجا 66 برابر بشه. و برای تارگت انتهاییش هم میتونه به تارگت بونگ بزرگترین سگ شبکه سولانا برسه و تا 2 میلیارد دلار رشد کنه و 133 برابر بشه و به قیمت 2 دلار و 10 سنت برسه. شما میتونید این کوین رو بعد از 1 دلار تا 2 دلار به صورت پله خروج بزنید.
دوستان توی چنل تلگرام ما تحلیل‌های روزانه بیت کوین و میم کوین های مختلف رو می‌ذاریم. پیشنهاد می‌کنم حتما توش جوین شین. اینم لینک کاناله. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.